یکی از مهمترین چیزهایی که تو فهم یه جمله تو کمک میکنه کلمات ربط یا همون کانکتور رو هستن. کلماتی مثل and, or, but, that, which و امثال اون. اما موقع خوندن متن تو باید بفهمی چه موقع این کانکتور حذف میشه عمدن توسط نویسنده و چه مواقعی نمیشه اونو حذف کرد. اگر متوجه این حذف شدن یا حذف نشدن بشی تو متن رو خیلی راحت‌تر درک میکنی. بریم با هم بررسی کنیم ببینیم که چه موقعی در متن‌ها میشه حذف کرد کانکتور رو و چه موقعی نمیشه. سلام، من محمود سعادت‌نیا هستم. با خواندن کتاب‌های انگلیسی با شما همراه هستم. با هم بریم سراغ کتاب The Dark Side of Light Chasers اثر دبی فورد. در ادامه این کتاب در فصل 2 هستیم. عنوان فصل 2 Chasing Down the Shadow. اگر یادتون باشه در ویدیوی گذشته در مورد مفهوم سایه صحبت کردیم و فصل 2 این کتاب در مورد تعقیب سایه هست صحبتمون. خب یادتون باشه گفته شد که رمز تغییر در زندگی ما روبرو شدن با سایه هاست یا همون نقاط تاریک و منفی وجود ما. خب در این فصل شروع میکنیم با هم این چپتر رو. قسمت اول یک جمله هست که حالا با هم مشاهده میکنیم. When we come face to face with our dark side, our first instinct is to turn away and our second is to bargain with it to leave us alone. خب اون چه که در بحث اول هم گفته شد این هست که شما در فهم یک جمله باید متوجه بشین کلمات ربط یا کانکتورها آیا در جمله وجود دارند یا عمدن توسط نویسنده و برای زیبایی کلام حذف شده باشند. شاید الان در جمله حاضر نگاه بکنید. ما کلمه when رو داریم در ابتدای جمله و در قسمت دوم بین اون قسمت‌های our first instinct is to turn away و our second is to bargain with it to leave us alone کلمه and وجود داره. بدون وجود این دو کانکتور جمله شما خوانده نمیشه. یعنی از لحاظ دستوری حتما شما باید این دو کانکتور رو داشته باشید. جمله اینطوری خونده میشه که موقعی که ما مواجه میشیم فیس تو فیس با اون جنبه های تاریک وجودمون دو تا عمل غریزی ممکنه اتفاق بیفته. یعنی غریزتاً ممکنه ما این ریاکشن رو نشون بدیم. first instinct ما یا اون عمل غریزی اول این است که شاید ما روی گردان بشیم turn away بکنیم چون خوشایند نیست ممکنه از اون دوری بکنیم. و نکته دوم و با and استفاده شده our second is to bargain with it to leave us alone. نکته دوم که اتفاق ممکنه بیفته برای ما اینه که ممکنه ما از اون روی گردان بشیم و اون چیزی هست که ممکنه ما اون چانه زنی بکنیم که اون ما رو تنها بگذاره چون حس خوشایندی اصلا به ما نمیده. برای تو این جمله شما when رو و and رو اگر در جمله نداشته باشین جمله ناقص میشه. پس نویسنده اصلا نمیتونه اون حذفش بکنه و در اینجا حتما باید خوانده بشه تا مفهوم جمله منتقل بشه. در ادامه جمله دیگه رو بررسی میکنیم. گفته شده Most people are afraid to confront and embrace the darkness. But it is in that very darkness that you will find the happiness and fulfillment that you have been longing for. خب در این جمله اگر دقت بکنید مفهوم اول اینه که اغلب افراد از مواجه شدن و در آغوش گرفتن نقاط منفی و تاریکشون احساس ترس میکنن. تو طبیعی هست واقعا. اما در همین تاریکی هست که ما احساس خوشایند بودن و رضایتمندی پیدا میکنیم. اون چیزی و اون در اصل رضایتمندی که ما همیشه به دنبال او بودیم، مشتاق اون بودیم. تو این جمله اگر دقت بکنید ما کلمه کانکتور بات رو داریم که در وسط جمله قرار گرفته و خب قاعدتاً چون تضاد ایجاد کرده بین قسمت اول جمله و قسمت دوم جمله قابل حذف نیست. شما نمیتونید کلمه مثل بات رو حذف بکنید چون تضادی که ایجاد کرده از بین میره. خب اما در قسمت دوم اگر دقت بکنید کلمه that دو بار استفاده شده در پرانتز هستش. این رو در پرانتز گذاشتیم به این معنا که در متن اصلی در تکست اصلی این کتاب that وجود نداره. ولی شما وقتی این جمله رو میخونید اگر مفهوم این that حذف شده رو تو ذهنتون نداشته باشین شاید جمله رو متوجه نشین. یعنی اینجا تو ذهن ما حتی اگه فارسی هم میخوایم فکر بکنیم این هستش که در اون تاریکی هست که شما شادی رو پیدا میکنید
یا اون رضایتمندی که شما دنبال اون بودید یا مشتاق اون بودید. خب این چرا دت قابل حذف هست؟ بحث گرامر هست صرفا اینجا. قانونی که اینجا میشه بحث کرد اینه که شما اگر دقت بکنید در این دو تا دتی که تو این جمله استفاده کرده قبل از اونها یک اسم وجود داره. در کیس اول کلمه darkness وجود داره و در نمونه دوم کلمه fulfillment. این قانون استفاده میشه که هرگاه شما یک کانکتوری مثل that یا which یا who که حالت موصولی دارن توی جمله داشته باشید و قبل از اون یک اسم باشه، ماهیت اون کانکتور ماهیت وصفی هست اصطلاحاً و بنابراین قابل حذف هستش. یعنی شما اینجا الان darkness رو دارین، fulfillment هم دارین و بعد that اومده و بعد از اون جمله خودش فاعل داره که اینجا الان فاعل ها هم در کیس اول هم در کیس دوم you هستن. همچین موقعی اگر شما یک اسم داشتید، یک کانکتور داشتید و بعد از اون یک فاعل مثل you اینجا استفاده کرده بود، اون that قابل حذفه و نویسنده ها معمولا به خاطر زیبایی کلام اون that رو استفاده نمی‌کنن. البته ممکنه that باشه، which باشه، who باشه، همه کانکتورهای وصفی که در جمله ها ممکن استفاده بشود. در ادامه جمله دیگه ای رو داریم که با هم چک میکنیم. گفته شده که to be divine is to be whole and to be whole is to be everything, the positive and the negative, the good and the bad, the holy man and the devil. گفته که مقدس بودن در اصل جنبه کامل بودن داره. این جمله برمیگرده به همون جمله کارل یونگ معروف که جلسه پیش داشتیم با هم صحبت کردیم در ویدیوی قبلی که گفته شد ایشون ترجیح میداد که ما کامل باشیم تا اینکه فقط خوب باشیم و جنبه‌های مثبت خودمون نشون بدیم. خب مقدس بودن و پاک بودن کامل بودن است، نه فقط مثبت بودن. و در ادامه and رو استفاده کرده. خب اینجا حتما and وجود داره، باید دیده بشه تا فهم جمله درست انجام بشه. و کامل بودن این هست که ما همه چیز خودمون باشیم واقعا و بعد باز میکنه این رو، یعنی مثبت ها و منفی ها، خوب ها و بد ها، جنبه های مقدس و جنبه های شیطانی، همه اینها رو باید با هم داشته باشیم. لیست میکنه اینها رو باز میکنه. جمله در ادامه این قسمت یک جمله دیگه معروف از آقای کارل یونگ بازم مطرح کرده خانم دبی فورد. این جمله هست The gold is in the dark. Each of us needs to find that gold in order to reunite with our sacred self. خب این جمله که آقای کارل یونگ اینجا بحث کرده این هستش که واقعا طلا و اون چیز با ارزش در تاریکی به دست میاد. شما اگر دنبال اون طلاها و اون چیزای با ارزش در وجود خودتون هستین، اون رو در دل تاریکی ها باید پیدا بکنید. و در ادامه گفته شده که هر کدوم از ما نیاز داریم که اون طلا رو پیدا بکنیم در درون خودمون تا بتونیم که اون خودمون رو در اصل متحد بکنیم و متصل بکنیم با اون شخصیت و سلف مقدس و پاک خودمون. اگه قراره به اون پاکی اولیه برسیم، مسیر اون گذر از این تاریکی ها هستش. این ذاتی که تو این جمله وجود داره، عمدن من اینو هایلایت کردم اینجا شما دقت بکنید، این ذات اون ذات موصولی نیست. شما دقت بفرمایید توی زبان ما دو تا ذات داریم. یه دتی داریم که خب معنی که میده در فارسی، همون موصولی هست که بحث حاضر ما هستش، اما یه ذات هم داریم به معنی آن، this و ذاتی که بحث میکنیم معنی این و آن میده. این ذات دقیقاً همون ذات آن هستش. اگر شما ذات رو اشتباه بخونید دوباره جمله رو نمیفهمید و خیلی واقعا اینجا ساده است معنی ذات به این معنا که گفته شده هر کدوم از ما نیاز داریم که آن طلا رو پیدا کنیم. طلایی که در جمله ما قبل در نقل قول از آقای کارل یونگ گفته شده. پس حواستون به این دت هم باشه و علامتش هم اینه که بعضی این دت شما صرفا یک اسم دارید و بعد از اون دیگه مثلا یک فاعل و فعلی وجود نداره که اینو بهش وصل کرده باشه. این دت رو هم پس مد نظر داشته باشین، در فهم جمله بسیار کمک میکنه. در ادامه این چپتر خانم دبی فورد یه بخشایی از زندگی شخصی و داستان شخصی خودشو مطرح میکنه. شروعش با این جمله هست. ایشون میگن که Early on I figured that the best way to be accepted was to hide the undesirable parts of myself, which sometimes meant lying. خب اینجا اگر بازم دقت بکنیم ایشون از قدیم شروع کرده، میگه خیلی زود موقعی که من بچه بودم یا کودک بودم فهمیدم که بهترین راه برای اینکه مورد پذیرش واقع بشم در برابر دیگران این بوده که من خودم رو، اون ویژگی‌های نامطلوبم رو پنهان بکنم، هاید بکنم در اصل. و بعد یک کامایی گذاشته و این توضیح میده. قبلا گفته شده که
استفاده از کاما خیلی وقتا برای توضیح اضافه دادنه که اینجا الان شما یه کاما دارین و بعد از اون کلمه ربط which رو استفاده کرده. which sometimes meant lying. خب مخفی کردن جنبه های در اصل نامطلوب خود بعضی وقتا به قیمت دروغ گفتن تمام میشه. دقیقا اینجا گفته شده که اون بعضی وقتا واقعا به معنای دروغ گفتن هست. ما چه موقعی شروع میکنیم دروغ گفتن؟ موقعی که میایم پنهان میکنیم جنبه هایی از درون خودمون رو. خب ما اینجا بازم دو تا کانکتور داریم. کانکتور that گفته که early on I figured that. خب بازم اینجا that قابل حذف نیست، چون گفته شد قانون حذف that موقعی است که حالت وصفی داشته باشه، قبل از اون یک اسمی بیاد و بعد از اون فعل و فعل. اینجا قبل از that فعل figured اومده و بنابراین حالت وصفی رو نداره. حتی در ادامه هم which sometimes meant، which هم اینجا قابل حذف نیست. شما میدونید که which در اصل یکی از جایگزین‌های کلمه that هستش، جای همیشه استفاده بشن. which صرفاً غیر انسانه، اما that هم برای انسان هم برای غیر انسان استفاده میشه. الان اینجا این علت این که which قابل حذف نیست دقیقاً این هستش که در اصل این کلمه which چون معنی چیزی که میدهد در دل خودش هم کار کانکتور رو انجام میده، کلمه ربط ما هستش، هم فاعل فعل ما بعده، چون در ادامه جمله شما فعل meant رو دارید و خب اون فاعل نیاز داره. کلمه sometimes خب قید تکرار هست و مشخص تکلیفش، اما در اصل قبل از اون شما نیاز به یک فاعل هم دارین که which همزمان اون کار رو انجام میده. قطعا مشخصه کانکتوری که غیر از کانکتور بودن کار فاعل رو هم انجام میده، نقش فاعل رو هم بازی میکنه، قابل حذف نیست. پس این در خوانش جمله حتما باید باشه، بدون شما معنای فعل ما بعد رو متوجه نمیشید. در ادامه داستان زندگی خود ایشون میگن که I was told don't be angry, don't be selfish, don't be mean, don't be greedy. Don't be was the message. دوباره اینجا داخل پرانتز I internalized. خب ببینید ایشون میگن که به من میگفتن که عصبانی نباش، خودخواه نباش، در اصل بخیل و یا خسیس نباش، شکمو و طماع نباش. خب همه این نباش ها، don't be ها، یک پیامی بوده که درون ایشون نهادینه شده، internalize شده. خب اینجا الان دوباره that رو داخل پرانتز گذاشتیم، ما در تکست اصلی وجود نداره، اما شمایی که خواننده متن هستید باید موقعی که متن رو میخونید اگه بخواید ساختار رو متوجه بشین that رو ببینید در ذهنتون. و بازم قانون این بود چون قبل از that اسم مسیج وجود داره، that اینجا بازم کارکرد وصفی داره و چون بعد از اون فاعل آی اومده و بعد فعل internalize قابل حذف بوده. شاید در فارسی ما این رو نداشته باشیم و شما میگین که پیامی که من درونی سازی کردم یا اون رو نهادینه کردم، اما در انگلیسی برای زیبایی کلام نویسنده ها این رو حذف میکنن. شما اگر این رو دقت بکنید جمله رو بهتر متوجه میشید. در ادامه ایشون میگن که I believe that to survive in my family and in the world I would have to get rid of them. Slowly I shoved them so far back into my consciousness that I forgot they were there at all. خب بازم اینجا دو سه بار کلمه کانکتور that استفاده شده و چقدر این کلمه پرتکرار هست، واقعا جزء پرتکرارترین کانکتورهای مثل کلمه that هستش. خب در کیس اول بازم قابل حذف نیست، داخل پرانتز هم گذاشته نشده به علت اینکه اون قانون ما وجود نداره، این حالت وصفی نداره، قبل از اون یه فعل اومده. گفته من معتقد بودم که همون زمان که بچه بوده، ایشون کودک بوده، من باور داشتم که برای زنده ماندن توی خانواده‌ام و حتی در دنیا بایستی که از شر این ویژگی‌های منفی نامطلوب خلاص بشم، اونو باید کنار بذارم، پنهان کنم، دروغ بگم. پس چیکار می‌کرده ایشون؟ آرام آرام می اومده و اون ویژگی‌های نامطلوب رو اینقدر عقب در قسمت‌های عقب کانشسنس خودش هی دور می‌کرده از ذهن خودش، در خودآگاه خود قرار میداده، اما در قسمت‌های خیلی پس ذهن خودش و دور می‌کرده از خودش که اصلا فراموش می‌کرده اصلا اینها وجود داره. شما یه چیزی رو وقتی انکار می‌کنید زیاد و زیاد، اگر انکار ادامه پیدا بکنه به درجه‌ای می‌رسید از اون چیز رو فراموش می‌کنید. کلاً یادتون میره شما همچین ویژگی نامطلوبی مثلا داشتید، چون خودتون از اون دور میخواین بکنید. خب ذات اول که خب گفته شد حذف نمیشود، اما ذات دوم که اینجا استفاده شده، بازم یه ذاتی آوردم اینجا که قابل حذف نیست.
ساختارش رو ببینید لطفا در جمله دوم. جمله دوم گفته slowly I shoved them so far back into my consciousness that. این ساختار so that هست، آنقدر که در فارسی میگیم. یعنی شما سو داریم به اضافه صفت یا قید و بعد در ادامه به دت هم میرسه. این دت هم قطعا قابل حذف نیستش، علی رغم اینکه الان قبل از دت ما اسم کانشسنس رو داریم و ظاهراً حالت وصفی داره، اما به علت اینکه زوج سو هستش در جمله حاضر قابل حذف نیست. پس ما باید ساختار سودت رو هم بلد باشیم، چون اینجا گفته شونه آنقدر در قسمت‌های عقب کانشسنس ما اون رانده شد که دیگر اصلا فراموش شد اون ویژگی نامطلوب. پس این سودت رو هم باید بهش توجه بکنیم که در انگلیسی اگر اومد باید سر هم خوانده بشه و قابل حذف هم دتش نیست. و در قسمت آخر این بحث امروز جمله آخری که خانم دبی فورد در مورد داستان زندگی شخصی خودش می‌نویسه این جمله هست که ایشون میگن که These bad qualities became my shadow and the older I got the further back I pushed them as well as the positive opposites. I lost access to all of who I was. خب میگه این ویژگی‌های نامطلوبی که من از خودم دور کردم در کانشسنس خودم و تقریبا فراموششون کردم، اینها تبدیل شدن به سایه من، اون شادویی که روش بحث داریم میکنیم. و هرچی هم که سن من بیشتر شد بیشتر اینها رو عقب روندم، از خودم دور کردم و نه تنها اون ویژگی‌های منفی رو بلکه گفته as well as the positive opposites، حتی اون جنبه‌های نقطه مقابل مثبت رو هم از خودم دور کردم. خب و در ادامه گفته که نتیجه این اتفاق چیه؟ نتیجه این تکرار این عمل اینه که I lost access to all of who I was. من دسترسی به تمامی آنچه که خودم بودم، به تمامیت خودم رو کلاً از دست دادم. بازم در این جمله اگر دقت بکنید ما اینجا کانکتور هو رو داریم در آخر جمله که بازم قابل حذف نیست. بازم به علت اینکه اینجا شما اون قانونی که گفته شد که هو قبل از اون اینجا الان فرضاً اسمی وجود داشته باشه که حالت وصفی داشته باشه رو اصلا نداره. بنابراین جمله شما اینطوری خونده میشه و در اصل باید حتما این کانکتور هو رو در جمله بخونیم تا متوجه اون بشیم. بنابراین دقت بکنید ما کانکتورهای مثل that که بسیار در انگلیسی پرتکرار هستن و معادل های اون مثل who، which و امثال اونها در تکست ها بسیار زیاد استفاده میشن. شما به عنوان کسی که میخواید متن رو بخونید و متوجه ساختار اون بشید و فهم متن براتون آسون بشه باید متوجه بشین چه موقعی اون that یا اون who یا اون which حذف شده و چه موقعی حذف نشد. این نکته در فهم متن به شما بسیار کمک خواهد کرد. پس نکته‌ای که امروز با هم متوجه شدیم اهمیت کانکتورها هست در جمله که شما تشخیص بدین چه موقعی کانکتور مثل that در جمله وجود داره، چه موقعی قابل حذف بوده و نویسنده اون رو حذف کرده. اگر شما اون دت حذف شده رو در جمله ببینید جمله رو متوجه میشید، اگر نبینید ممکنه در فهم جمله خلل وارد بشه. بازم مثل همیشه کانال ما رو سابسکرایب بکنید، لایک و کامنت هم فراموش نشه. مرسی، thank you, take care and bye.